چیزی که در واقع به مثابه چیزی که تو کشور ما وجود نداره، یعنی بحث نسبیت انگاری دینی. نسبیت انگاری دینی در کشور ما وجود، در تفکر ما اصلا در اسلام وجود نداره. این نسبیت باوری دینی یه چیزی که اون بر وجود داره. توی یک سری فیلم‌هایی می‌سازن که در واقع فیلم‌هایی که موسوم به در واقع ارزم به خدمت شما موسوم به فیلم‌های آخرالزمانی است و حتی یه نگاه‌هایی که در نگاه حتی انتقادی ممکنه به اسلام داشته باشد دارن. چون سینمای وحشت رو گفتی اصلا نگاه به شیطان و مسائل اینجوری اصلا تو انجیل با مثلا آن چیزی که تو قرآن هست و اینا اصلا متفاوته. به خاطر همینه ما سینمای وحشت رو اونجوری که اونا راحت سمتش میرن ما در واقع اونجوری سمتش نمیتونیم بریم، چون باورهای مذهبی نمیتونن نشون بدن. اما چیزی که امروز در سینمای غرب وجود داره، آره اونا در واقع یه جوری شاید بگیم تفکرات ضد دینی یا اون چیزی که خودشون میگن نسبی گرایی دینی، اونا رو دارن در واقع ترویج میدن و اونا رو دارن. مثلا ایستوود رو شما میبینید، مثلا بحث خانواده توی فیلمهاش خیلی بسیار بحث مطرحی است. شما فیلم پل‌های مدیسون کانتی رو ببینید، یک جنسی از سینما اونجا به این شکل هست. اما خب یه جنسی هم وجود داره که بله اصلا کاملا اصلا گفتیم تو مکاتب در واقع فلسفه دین هم گفتیم دیگه، در واقع مکتب الحادی هست و اینها اصلا اعتقادی ندارن و عرضم به خدمت شما که یا نقد دین رو میکنن یا نقد دینداری رو میکنن.